سلام، به کانال ما خوش آمدین. برای داشتن یک استایل جذاب و زیبا اولین کاری که باید انجام بدیم زدن یک اسپری سبک محافظت کننده روی موهاتونه که اون چیزی نمیتونه باشه جز لیوین کاندیشنر گیسو. بله، که هم آبرسانی کنه موهاتون و هم از آلودگی و شکستگی موهاتون رو محافظت کنه و همینطور نیاز به آبکشی هم نداشته باشه. بعد از اون موهامو قرار خشک کنم. همونطور که میبینین برخلاف جهت رویش موهامو خشک میکنم چون دوست دارم یک استایل حجمدار به موهام بدم. برای همین به این شکل موهامو خشک میکنم. وقتی که کاملا موهام خشک شد نوبت روغن جادویی گیسوه. من که عاشقشم. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. اول از همه غلظتشو نگاه کنین. بله، یه مقدار از روغن رو میزنم کف دستم، ماساژ میدم و به تمام موهام میزنم. این روغن هم آنتی اکسیدان داره، هم ویتامین داره، هم مواد معدنی مورد نیاز مو رو داره. برای همین هم موهاتون رو ترمیم میکنه و هم تقویت. یعنی شما همزمان دارین خیلی کارهای مفید برای موهاتون انجام میدین. واو، چه عطری داره. خب نوبتی هم که باشه نوبت سشوار کردن موهامه. همونطور که میبینین موهامو تقسیم بندی کردم طوری که هر تیکه رو به تنهایی بتونم سشوار کنم. یک دور از رو و یک دور از زیر موهامو سشوار میکنم چون دوست دارم حجم دار بایسته. یه کوچولو که صاف شد میرم قسمت بعدی. ببینین دوباره زیر موهامو چجوری سشوار میکشم. این کار که دارم پوش میدم موهامو. ببینین. خب تمام موهامو که سشوار کردم حالا آماده میشیم برای فر کردن موها. بله، با ایرپ دایسون تیکه های کوچیک کوچیک از موهامو میگیرم، جدا میکنم و فر میکنم. چند تا نکته همینجا بهتون بگم در مورد روغن موی گیسو. این روغن مو چند کاره است. یعنی هم به عنوان روغن مو میتونین استفاده کنین و مو رو درخشان و براق میکنه و هم میتونین به عنوان ماسک مو استفاده کنین. یعنی اونو به موهاتون آغشته کنین و چند ساعت بعد آبکشی کنین. حالا از چی درست شده این روغن مو؟ این روغن مو از بره‌های موم درست شده که زنبورها برای ترمیم دیواره کندو ازش استفاده میکردن و پایه این روغن عسله. همونطور هم که میدونین عسل خاصیت ترمیم کنندگی بسیار بالایی داره و این یکی از معجزات روغن موی گیسوه. خب همینطور که میبینین کم کم دست دست موهامو فر میکنم و اون استایلی که دوست دارم رو بهش میدم. یه کوچولو برای من سخت بود. چرا؟ چون آینه نداشتم. داشتم توی گوشیمون نگاه میکردم. ولی باز قابل انجام بود. نوبت روغن موی گیسوه. بله، همونطور که میبینین برای اینکه موهامو دوباره براق‌تر کنم یه مقدار از روغن موی گیسو رو به کف دستم میزنم، یه کوچولو ماساژ میدم و تمام فرای مومو بازتر میکنم. اینجوری هم استایل شیکتری به موهام میدم هم موهام براق‌تر میشه و در آخر امضای یک استایل زیبا و شیک چیزی نیست جز پرفیوم گیسو که کلی موهاتون رو با تراوت و خوشبو میکنه. من که عاشقشم. مرسی گیسو.